مسئله ملی مسئله تمامی افراد یک جامعه. تمام کسانی که موجودیت آیا یک ملتی یا اردکن، ملتی که یک زبان مشترکشان با هم هستیم، یک دود رو بیداگ آداب و سنون مشترکشان با هم دیگه هستیم، شان یک سرزمین مشترکی چه هم دیگرش هستیم و تاریخ مشترکی با هم دیگرش بودتا و هستش. یه انسان یه مجموعه انسان تماما موظفن که در مورد سرزمین که ما نامی کنیم مسئله ملی دلسوزی بکنن و برای مبارزه بکنن. فرق نکن که دارای چه اندیشه و چه تفکری ببن، فرق نکن جنین ببن یا مردین ببن، فرق نکن که تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده ببن، تی وانتش ببید یا نوانتگش ببید. تمام ما موظف مذهبی ببین یا غیر مذهبی ببین، ما پایبند یک دین مشخصی ببین یا اصلا منبری از جزوی از دین دیگه ببین. مسئلهش نه، مسئلهش این که تو در موجودیت فرهنگی وقت مشترکه، تو در موجودیت سرزمینی وقت مشترکه، در موجودیت تاریخی وقت مشترکه، در زبان وقت مشترکه. لذا وظیفه‌ای که در مورد سرزمین هستیم شما رو هم در بر گرفتیم. تو با هر علایق و سلایق شخصی ببین، ولی در یه 4 عنصر تها گو تمامی جمعیت اطراف وقت یکه. لذا ای یکی که ترا گو آدگران هستین اشی یک عاملی و یه عاملیتی هست در واقعی. مثلا که شما پوتی سرزمین واسطه جهد بکنید، مسئله بلوچستان مسئله ملی ها جهد بکنید، روچ به روچ ای اندیشه‌ای که شنگ بگین در بین مردم بلوچستان، آگاهی سطح که بسته روانه. من گندم شخصیت های مختلف دیگه هم گوی کار هوری و همراهی کنگم. من علاقه شین که جریان ها و عزیزانی که از طلاب علوم دینی مدارس دینی تهایی از علمای از شخصیت های برتر مذهبی هستن، دینی هستن در بلوچستان تا علمای که کمتر شناخته شده یعنی تا طلاب و غیرشان، تا تبلیغ جماعت، فرق نکن، تا افرادی که در تصوف تهایی صوفی هستن یا دارای اندیشه های مذهبی و دینی مختلفی هستن. ولی بچه من نام گیرم مشخصا مذهبی متدین بخاطر چی که ادعی گوشن خب نه، شاید می مسئله فقط مذهب ما ببیتیم. اگر می مشکل مذهبی حل ببی می مسئله ممکنه بلوچستان حل ببی، اما واقعیتش این که چون نهیم. ما در دوره پهلوی که مشکل مذهبی این که نبوده، پچی ما در 50 سال دوره پهلوی تا رشد و پیشرفت نکو، پچی جلوی هر گونه فعالیت بلوچستان تا از ملت بلوچ جلوی گرفت بتگرد. چرا مثلا تهرانیان تو برون تحصیل بکنن، تمام بورسیان با دست رستن رفتن در آمریکا و استرالیا و کشورهای اروپایی تا درسشون تو با مدارک عالی و عالی رتبه احتمال برگشتن، پچی بلوچستان تا همچین حقی با اندیگ نبود. یک سیاستی در دوره پهلوی بوده برای که جریان سیاسی، ملی، مدنی، هر نوع جریانی که شکل گیری در سرزمین تا جلو آیا بگیرن تا شی بلوچان از لحاظ دانش و سواد رشد مکنن، یه وقتی تبدیل به تاریخ وطن مزانه، هویت مزانه، تا بحرانی برایم مبا. آیا بخاطر ایشی که وقت یه سرزمینی که تحت سلطه وقتش گرفته آیتها آرام با آرامش و تی برنامه‌ان دیما برای یه مردمانش که ملت بلوچ ببنتن در ناآسایشیش اشتکتن، عدم توسعهش اشتکتن، تحت فشارهای مختلفش اشتکتن و حتی انقدر احساس خطرش که وقتی مشرقی بلوچستان تا بلوچان و پاکستان حکومت جنگ و تکتن در ذوالفقار علی بوتوی دوره ها همود هم ربط هواپیمانش دیم تا بلوچش همود هم کشتن. خب شین نگاه امنیتی پیش داری نسبت بلوچا. اگر 50 سال کمی عمری نه، یک انسانی عمره، یک انسانی 50 سال 60 سال عمر کنه، 10 سال اول هورد چوکی 60 سال که عمر کنه، یعنی 50 سال در آی زندگی تهایی نتونت رشد بکنی، نتونت پیشرفت بکنی، که نشته پیشرفت بکنی حکومت بوده دیگه. لذا ما را در دوره تا مشکل مذهبی نبوده. اگر انقلابی صورت گرفته به خاطر مسائل ملی ما بوده، به خاطر هویت ما بوده، به خاطر مسئله خود مختاری ما عبدالعزیز شاه مطرح کرده، به خاطر مسئله سرزمین ما بوده.
به خاطر مسائل آزادی‌های سیاسی و مدنی بوده، به خاطر توسعه و اقتصاد سرزمین بلوچستان بوده. در دوره جمهوری اسلامی چون آن شیعه بودن اینا منطقه جمعیت اکثریت سنی بوده و آن همزمان سنیان سر هم فشار یارته، علما کشک بودن، جنگ بودن، یک نوع شفقت و مهربانی و محبت گشتری هم نسبت به مجموعه که مواد جزء همین مجموعه هستم بودن پیش یهته. الان مسئله ایدانه که من آگاه بودم، من سرپد بودم، من همه روی چی که منش برد زندان تا من جد به شلاق و شکنجهش که کرد، من چند پچ بودم، من متوجه بودم که یک دنیای دیگه هستیم و من در یک دنیای دیگه غرقم. یک کاری کنگلوتی برای ملت ها، یک فعالیت های ضرورتین که باید یه نفری انجام بدن و عمدتاً من چارگم اطراف وقت فعالیت ها نک شکل گرگایم بوگایم تمام فعالیت های در حیطه و حوزه دینی و مذهبی هم، مدرسه دینی بکن، مساجد ها آبادش بکن، فعالیت بکن یا از تریبون استفاده بکن و تی مسائل برسیم و در چارچوب هم جمهوری اسلامی و انتخابات و دیگه دیگه مرا بکنه. من شاید این روش این چرخه نتیجه نده، باید یک کاری متقابلا در مورد این صورت بگیریم. به همین خاطر من در تفکرات و اندیشه من تفاوت‌های عمده‌ایت و اصل مسئله من درک و فهمید که اصل ریشه مسئله بلوچستان مسئله سرزمین ما. ایشان گفت بذات بلوچ دشمنیش هستن، گفت بلوچ نام دشمنیش هستن، حتی گفت بلوچستان نامشون دشمنیه، چون تو بلوچستان نام گار بکنه و حذفی بکنه تا این اندازه گفت ما دشمنن. این همین سیاست در دوره پهلویان بود که به سرزمینش تقسیم کته، زبانش می جلوش گرفته گرد، نام بلوچستان چه جاهای مختلف نامای تاریخی بلوچان شهرانی که بودن پس بگیرن، توایف نامه چون گرگیش فرمایش کو که توایف نامانش پس بودن. پچی چوی سیاستی بود برای تضعیف ما، برای دون کنگی ما و تر برزجنگ ما بود، برای ما جوکش ارگوته، تحقیرش بوده، توهینش بوده. لذا اگر می مسئله مذهبی به صرف حل ببی، اما می مسئله اصلی که می مسئله ملی به سرزمین همچنان در دست و کنترل آیان ببی، این مشکل در بلوچستان تا حل نبی. من زانم که شخصیت‌هایی مثل مولانا عبدالحمید، شخصیت‌های مطرح، رهبران دینی و مذهبی و مطرحی هستند، محبوب، اما واقعیت خبرشین که واجهشان همچنان گوشندن که ما باید در چارچوب جمهوری اسلامی ایران و تی مسائل رو فکر بکنیم دی ما باید. این اندیشه خیلی وقت موجودین در بلوچستان تا هنوگین نه. شاید به همین دلیل هم واجه متونید آی تغییر بدن یا انگت فکر بکنن که جواب بدن. ولی ما به عنوان کسانی که شاگردان آواجه بودیم و اندیشه این درک کته و فهمتگیم و هنو مسیر درست حرکت کنگاییم و نسل جوانی که انقلاب کنگاییم حرکت کنگاییم شن تمام خواسته شنی مبارزه شنی اصل مسئله سران و من خوشبختانه گندگم هم واجه جن حمایت کنگاییم ملوچان چه اصل مسئله مبارزات ملی ها ملوچی ممارو نقشبندی زیست که حمایت کنگاییم چه مسئله حمایت کتگد و واقعا وش داد شروع بنیاد چه مولویان تو که من دیگه واجه ما نقشبندی شروع کتگد یک جوانی ولی نسبت مسئله درک کتگد ملوچی من گندم که مولانا گرگی جهت اصل مشکلی مطرح کتگد آقا در دور پهلوی گل بلبل نبود یه رسانه‌ای که حتی درود بندگان یه حباب ارکنگان شان توجه نکنه آیا در دور پهلوی ما سرکوب کتا ما را جتا ولی در که مذهبی نبود هم سرکوب ملی بود حتی مولانا گرگی چند وقت اشاره کرد به مسائل هویتی و ملی اشاره کرد به آسمیل سیم کنگه فرهنگی ما داری اشاره کرد لذا وضعیت خراب بوده در دوره تا اگه هنوز خرابترین بخاطر که مسئله مذهبی ما سر اضافه بوده ما راه اشتباه مرویم اگر ما یه حکومت رو ساخت بکنه بدینی به دست یک سلطنت طلب دیگه مرکزگرای تمامیت خواهی دیگه که بیانته در امورات تا قرار بگیرن انت وضعیت عوض نبی لذا ما مبارزه کنیم برای شکل ما به هویت هیوت به آزادی های بود به مسئله ملی بود سرزمین ما سرزمینی بیتن که بلوچان و تی سر دولت داشته با حاکمیت ملی داشته بنده مجنینان باید بیانته در امورات ده هم سهم بزورن هم که مردان سهم بزورن چه اشکالی هست تمام انسان ها برابر خلق بوده لذا باور ما بر ایشین که ما باید مسئله اصلی ملت بلوچ که مسئله سرزمین آیه تبلیغ بکنیم و خوشبختانه از مولانا هدایت الرحمن گرفته تا بلوچستان شرقی تا علمای برجسته که دا گرفتگن روز به روز از طلاب بسیار زیادی که ما رو پیام دادن و ما همراهی کنن در بخشته ها این زانند که ما با جان و دل در مسیر تا پاد اشته و واقعیت گوشه کنیم و این واقعیت هر که در کن زودتر نیازی نیست که ما چندین سال مسیر یا
بسر که نادرست دیما برین دوباره برگردین عقب پت شروع بکنه. لذا ایشی یکی از پایه‌ای ترین کارانی بود که مدرس آلنتا انجام میده. نکته دوم هم که ما متوجه بودیم که مهم و حیاتی و ارزشمند و باید آیی کار کنه به ایسا آیی مسئله مبارزات مخفی. هر مبارزه علنی در داخل بلوچستان تا هنوز شکل گرفته جلوی گرگ بوده. از یعقوب مرنهاد گرفته که یک فعالیت مدنی معمولی شروع کرده تا نزانون مؤسسه خیریه اربوته تنشان تمام در جلو بنده بوده. چون اساسا استعمارگران نلوتن ما اتحاد داشته بین. لذا هر امری که ما را تقویت کن یا باعث اتحاد بی یا باعث شکوفایی امید مردم بیته دورتن جلوی ایو بگیرند. ما هم چون پیسر از کو آیم گفت من نام دشمنم گمه بلوچستان سرزمین دشمنه نتونن گو ما کرانه بیان گو هیچ مسئله در هر مسئله تو شما بلوت پیشرفت بکنه اندکی جا بکپه شما دیم گرک بی. لذا مبارزه در داخل باید بشی و یه مخفی ببین و یه مبارزه مخفی فقط از طریق تشکیلاتی ممکنه. یعنی شما هنر بکنید، روشی در کنار هم یاد بگیرید، روش تقویت یکادگی و اتحاد و اتفاقی یاد بگیرید و آیی در تشکیلات ده یعنی یک حزبی عربی یک سازمانی عربی حزب و سازمان شروع کن به یارگیری بر اساس یک تفکر و اندیشه مشخص اینفراستراکچران و تی ارکنتنس اما زیر ساختانا و بر اساس زیر ساختان تا نیروان در هر بخش تا تقسیم کرد هر یکی وظیفه به عهده گرفته آیا زیر مجموعه و تب ایجاد کردن سازمان های زنان، سازمان های مردان، سازمان های جوانان، سازمان های نزنان، اصناف و گروه ها، شعبه ها و فرعهای مختلف. بعد ایشی شاخه برگیرید تونید در مقابل تشکیلاتی که آنی هم یک سازمانی حکومت هم یک رقی سازمانی دیگه آنی هم یک حزبی سازمانی در مقابل آیتونی مقابله بکنید به تعداد نیرویی که پیدا کردن قدرتی پیدا کردن. لذا مبارزه در داخل بلوچستان باید به شکل مخفی ببینید. مبارزه مخفی زیرزمینی هم مبارزه‌ای بشن که کسی نباید در مورد این مطلع بیته. شما نباید علنی در یک منصب علنی تا بتونی کاری انجام بده. تمام کسانی که در مناصب علنی هستن عملاً آسمان سرش بسته و نتوانند یک کارانی انجام بدن و نتونه لحظه مسائل مطرح بکنن. ممکنه خواسته مولانا همیشه ببینید که مسئله ملی بلوچستان حل ببیته اما نتونی موضوع مطرح بکن چون که حکومت موضوع سر حساس این گوشی تجزیه طلبی و فلان و این بابا بعضی با یه عنصر مردمان سرکوب بکن. آیا گوشم خاطی که مصلحین شخصیت همیشه هم چه تفکرش همیشه انسان مصلح همیشه گوشی خب مشکلی پیش میاد خونریزی میبی فلان میبیته. اما واقعیتش این که در مبارزه تها اندیشه مزاری اندیشه مبارزاتی در تمام دنیای تها گوشی که تو بدون هزینه نتونه آزادی وقتی بگیره. لذا کسانی که برای هزینه دهی تیار بودن ما جلوی آنها نباید بگیریم که بگوشین شما دیگه نباید هزینه بدهید. بله ما هزینه یا به اندازه شرایط زمان باید ببینیم به اندازه ظرفیتی که ما مجموع انسانان هستیم. اما ایشی که اصلا هزینه مدن چیه نادرسته. ما نتونیم گوشت جلوی توپ بر همیشه ببینیم اما بدون مبارزه ممکن نه که ما به آزادی برسیم. کشورهای زیادی هستن که آزادی وقتی از استعمار گرفتن میلیون نفر شهیدش داده، صدها نفر شهید داده، هزاران نفر شهیدش داده ولی در نهایت وقتی آزادیش گرفتن به میزان مبارزات شناخته به میزان مبارزات تی ارزش دانه بید میزان مبارزات دنیای تا مردم که در زاننته به گروه ها و نهادهای متوجه تو بنته آیان تر ساپورت کنه حمایت کنه. تو حمایتی که از دمنگره حمایتی که از داخل اردکنه از طریق تشکیلاتی این دو عنصر در کنار هم قرار گرفته آزادی محقق. یه اندیشه نادرستی که جمهوری اسلامی در ذهن دارد که اگر خارج از کشور نشتگی تو نباید فعالیت بکنه. همه انسان هم باید فعالیت بکنه. هر کس در هر گودی در هر جایی در هر قسمتی ده هستی باید مبارزه بکنه برای چی که ما به آزادی باید برسیم. پس دومی خبرش این که ما مبارزه‌ای که باید انجام بده یک مبارزه مخفی بی چون امکان نداره یک فرد علنی و بتونی براندازی ببین. امکانی نداره که یک فرد علنی در ملک ته فعالیت کنه بی و بتونید از آزادی خواهی خبر بکنید. خود به خود نتونی. ای انتقاداتی توجهاتی در یک محدوده خاصی ته که در چارچوب هم نظام جمهوری اسلامی باقی مانه. ولی ایشی وظیفه من و شمایی که برین زیر زمین به شکل مخفی تشکیلات ارد بکنیم،
گو تشکیلات بلوچستان را تو پاکی هر ببین، گو صحاب و سازماندهیان تا همراه ببین،